مادران و بانوان ارجمند و خواهران و فرزندان عزیز، همه شما را به افتخار روز مادر، یعنی جشنی که برای همه ما بسیار عزیز می باشد، صمیمانه تبریک می گویم. به هر یکی شما پیش از همه سلامتی و خوشبختی، خانه آباد و روزگار آسوده آرزو می نمایم. بسا رمزی است که این روز مبارک هر سال در روزهای نخستین بیدار شوی طبیعت با نکهت و نفاست بهاری و در عرفه نوروز بین المللی تجلیل می گردد. زیرا زن مادر سرچشمه و آفرنده حیات، رمز پاکی و زیبایی، مخزن مهر و وفا و تجسم زنده محبت و صمیمیت می باشد. مادر نقش و قدر و منزلت او در حیات انسانیت از جانب شاعران و نویسندگان و عالمان و دانشمندان خلق و ملت‌های گوناگون عالم خیلی فراوان و صمیمانه وصف و تصویر گردیده است. از جمله یکی از بزرگان چنین گفته است: مادر زیباترین کلمه است که انسان به زبان آورده است. مادر یگانه معجزه طبیعت است که حتی مرگ نمیتواند ما را از او جدا کند. قلب مادر حدود بی انتهای مهر و محبت، غمخواری و بخشیدن است. بنابراین هر یکی ما برای شیر سفید و جانبخش، الله‌های پر از امید و آرزو، نوازش و مهربانی و نصیحت و دعای مادر از او یک عمر قرض داریم. هیچ کدام از ما نمی توانیم که زحمت و بیدارخوابی حتی یک شبه مادر خود را جبران کنیم. ولی به هر حال ما فرزندان باید کوشش کنیم که به قدر مادر مشفق رنج و مشقت و غمخواری های او رسیم تا می توانیم خدمتش را بجا آوریم و دعای نیکش را گیریم. زیرا مادر موجود مقدسترین و عزیزترین و بی‌بهاترین برای انسان و سزاوار و ارزنده همه گونه پرستش، دوستداری و غمخواری می باشد. تمام سیاستمداران و دولتداران، دانشمندان و نابغه ها، بزرگان عالم، از جمله پیغمبران، در دامان پاک مادر با شیر سفید و نوازش و مهربانی های او به کمال رسیدند. این موجود مقدس در طول عمر خود بار گران زندگی و تمام وزنینی های روزگار را از تربیت فرزند سر کرده تا تنظیم و سرشته حیات عائله به دوش دارد و علاوه بر این در حیات هر روزه جامعه و دولت و اجرای وزنین ترین کارها از جمله
در ساحه‌های صناعت و ساختمان و کشاورزی، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق فعالانه شرکت می‌ورزد. با محبت و صمیمیت و دوستداری و قدرشناسی تجلیل نمودن روز مادر گواه آن است که دولت و حکومت و جامعه کشور ما قدر و منزلت زن مادر را گرامی و عزیز می‌دارند. با در نظر داشت آنکه زنان و بانوان و دختران ما در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور نقش بسیار ارزشمند و مؤثر دارند، دولت و حکومت مملکت مسئله تامین نمودن حقوق و منفعت‌های آنها را در مرکز سیاست خود قرار داده است. غمخواری دائمی در حق زنان و بانوان، دستگیری پیوسته ابتکارات سازنده آنها، فراهم آوردن زمینه و امکانیت‌های مساعد برای عملی گردیدن اقدامات نیک و آبادگرانه اشان نتیجه و بیانگری همین سیاست می باشد. با استفاده از فرصت می خواهم به همه مادران محترم و بانوان و دختران عزیز کشور برای سهم ارزنده اشان در حفظ استقلال و آزادی، صلح و ثبات کامل، وحدت ملی و رشد دولت تاجیکان منتداری صمیمی بیان نمایم. ما خود شاهد زنده خدمت‌های شایان مادران و بانوان در مشکل ترین و سنگین ترین روزهای تاریخی دولت و ملت تاجیک، یعنی زمان جنگ تحمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته هستیم. آنها سیاست پیش گرفته ما را با صبر و تحمل و صمیمیت و صداقت دستگیری کرده که هرگز فراموش نمی گردد. همچنین می خواهم با اعتماد و احترام خاطر نشان نمایم که زنان و بانوان ما برابر با مردان بال پرواز جامعه و نیروی حرکت دهنده دولت به سوی آینده آباد و آسوده می باشند. بنابراین فراهم آوردن شرایط ضروری برای هرچه بیشتر انکشاف دادن قابلیت زنان و بانوان و دختران در همه ساحه‌های اقتصاد ملی و با همین راه تامین نمودن رشد استوار جامعه هدف اساسی دولت و حکومت تاجیکستان به حساب می رود. امروز زنان و بانوان ما در تمام سمت‌های حیات جامعه و دولت، از جمله در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق فعالانه زحمت کشیده در رشد بامرام کشور سهمی ارزشمند گذاشته ایستادند. از جمله نقش آنها در رشد کارهای خانگی، کاسبی، بافندگی و دوزندگی،
زرگری و قنادی، کسب و هنر آموزی، جلب زنان و دختران خانه‌نشین و شغل، صاحب کسب گردانیدن جوانان و به این وسیله بلند برداشتن سطح زندگی هر یک عائله مملکت قابل تأکید و تحسین می باشد. با در نظر داشت این همه ما باید به خاطر باز هم بلند برداشتن مقام و منزلتی که زن مادر در جامعه سزاوار آن می باشد پیوسته کوشش نماییم. من با مردان محترم مراجعت کرده یک مسئله مهم را تاکید می نمایم که ما باید صرف نظر از پستی و بلندی های زندگی با صبر و تحمل باشیم. با خشونت و زورآوری در عائله راه ندهیم. برای فرزندان خود و مخصوصاً دختران شرایط علم و دانش آموزی و خودکنی کسب و هنر را مهیا سازیم تا آنها در زندگی آینده خویش عذاب نکشند. قابل تأکید است که نقش زنان و بانوان در پایداری صلح و ثبات، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی در نهاد فرزندان، تربیت نمودن حس وطن دوستی، افتخار ملی و انسان دوستی و مسئولیت شناسی بسا مؤثر است. در رابطه با این خاطر رسان می سازم که زحمت و مشقت به دنیا آوردن فرزند و به کمال رسانیدن او را محض مادر می کشد و محض به همین سبب مادر تا لحظه‌ای که زنده است کوشش می کند که فرزندش سلامت و خوشبخت باشد. ما نیز آرزو می کنیم که یگان مادر داغ فرزند نبیند و اشک غم نریزد. برعکس ما می خواهیم که در چشم مادرانمان از خوشبختی و خرسندی فرزندان و نبیره هایشان همیشه اشک شادی را بینیم. ما مردان که زاده و پروریده مادر هستیم وظیفه داریم که احترام زن مادر را نه فقط در روزهای جشن بلکه هر لحظه و هر ساعت همیشه و تمام عمر بجا آوریم. با آنها غمخواری و مهربانی و خدمت کنیم و کوشش نماییم که بر رضایت و دعای نیک آنها سزاوار شویم. مردم ما بیهوده نگفتند که مادر راضی خدا راضی. مادران و بانوان ما چراغ روشن و گرمی خاندان می باشند. سرشته زندگی و روزگاری هر یک عائله نیز در دست آنهاست. یعنی همه چیز پیش از همه فیض و برکت و احترام و آبروی خاندان از مادران و زنان وابسته می باشد. همه ما از رسانه‌های خبری خوب می دانیم که سالهای آخر انسانیت با مشکلات و فاجعه های سخت و سنگین، جنگ و خونریزی،
کمابی و خشکسالی، فقر و گرسنگی و مشکل‌های دیگر روبرو گردیده است. طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد، حالا اهالی ده‌ها کشور عالم از گرسنگی اذیت می‌کشد. هموطنان عزیز ما، به بارش آمدن تیرماه گذشته و زمستان امساله را در کشور خودمان مشاهده کرده ایستادند. از این لحاظ مادران و بانوان ارجمند ما باید من بعد نیز در رعایت مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، صرفه سرشته‌کاری و پیشگیری کردن همه گونه زیاده‌روی و اسرافکاری پیش‌صف و نمونه باشند. ما نباید ناشکری کنیم، برعکس دایم در فکر اهل عائله و فرزندانمان و ذخیره نکم از 2 ساله مواد غذایی برای خاندان خود باشیم. اجرای طلبات قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، در روحیه علم و دانش آموزی، از خودکنی کسب و هنر، اخلاق و آداب حمیده و احترام کلانسالان، تربیت کردن فرزندان، اینچنین به حیات مستقلانه آماده نمودن آنها نیز اساساً به ذمه مادران و زنان قرار دارد. البته در این مسئله ها مردان یعنی پدران نیز مسئولیت زیاد دارند. لیکن دل فرزند و نیت و نقشه او را از همه بهتر مادر مشفق و مهربان میفهمد و حس میکند. اعتماد کامل دارم که مادران عزیز و بانوان و دختران سربلند ما سنت و عنعنه‌های نیک و سازنده مردم باستانی امان را من بعد نیز ادامه داده در احیای رسم و آیین‌ها، طعام‌ها و لباس‌های ملی احترام تاریخ و فرهنگ باستانی ملت، پیشگیری کردن حس بیگانه پرستی، آبادی وطن عزیزمان، آرامی جامعه کشورمان و پیشرفت دولت صاحب استقلالمان نقش ارزنده و مناسب می‌گذارند. با احترام به شخصیت مقدس زن مادر، بار دیگر تمام مادران ارجمند و بانوان و دختران عزیز تاجیکستان را به افتخار روز مادر، جشن فرخنده بهار و زیبایی و صداقت و محبت صمیمانه تبریک گفته به هر کدام آنها سلامتی، اقبال نیک و زندگی با سعادت عائلوی آرزو می نمایم. شما مادران مهربان، بانوان ارجمند و دختران عزیز همیشه در خاطر داشته باشید که ما جوانمردان و فرزندانتان شما را صدقاً دوست می‌داریم. خدمت‌های شما را هیچگاه فراموش نمی‌کنیم و شما را هرگز خوار و زار شدن نمی‌مانیم. دائم سلامت و خوشبخت و خوشحال و سربلند باشید مادران مهربان و بانوان و دختران عزیز کشور.
جشن مبارک مادران و خواهران و دختران و فرزندان عزیز.